این هفته خبر تو خبر داره براتون از گاوگیجه عظما تو گرداب بدبختی ها که خودش هم قاطی کرده و خط تولید تناقض به راه انداخته. رهبری نمیتونه در تصمیم گیری های موردی دستگاه های گوناگون دولتی هی وارد بشه، هی بگه آقا این باشه این نباشه. این نمیشه. وظیفه رهبری اونجایی است که احساس کنه یک حرکتی دارد انجام میگیرد که این حرکت مسیر نظام رو داره منحرف میکنه. اینجا وظیفه رهبری است که بیاد تو میدان به هر شکلی که ممکنه بایسته و نگذاره. در یک کلام بحران‌های داخلی و منطقه‌ای و بین‌المللی باعث شده که عظما به بیماری خوددرگیری مبتلا بشه. باطلاق برجام کم بود، گنداب فیشای حقوقی هم بهش اضافه شد و آخوندا رو حسابی گیر انداخت. حالا خودشون هم موندن که این وضعیت بیریخت رو چجوری جمع و جور کنن. اوایل هفته خبر استعفای مدیر عامل بانک رفاه، آن هم به نقل از یک مقام وزارت کار، در محافل خبری پیچید. مدیری که وزیر کار 25 خرداد به دفاع از وی برخاسته بود و همین ماجرا را پیچیده تر کرده بود. اون چه که منتشر شده بازمانده حساب مالی مدیر عامل بوده. گزارشات محرمانه است، جزئیاتش نمیتونیم توضیح بکنیم و پخش بکنیم. برخورد میکنیم و نتیجه اون رو به استماع مردم و به گوش مردم خواهیم رساند. از یه طرف میخوان یارو دزده رو اون بالای بالا داشته باشن، ولی از اون طرف هر کی رو میذارن اون بالا سریع تقش در میاد. یکی از راه حل هایی که به ذهن آخوندا رسید این بود که با استعفا بازی و برکناری 2-3 نفر این قائله رو بخوابونن. همونطور که در زیرنویس شبکه خبر مشاهده می‌کنید، در جلسه اعضای هیئت عامل صندوق توسعه ملی با استعفای دست جمعی رئیس، اعضای هیئت عامل صندوق توسعه ملی موافقت شد. این اقدام در روند برخورد با حقوق‌های 10 میلیونی برخی مدیران صورت گرفته است. البته یه وقت فکر نکنید اینایی که استفاده دادن پولایی که دزدیدن رو به کسی میدن ها. اینا جون به اسرائیل بدن پول به کسی نمیدن. این دراکولای نظام هم که درگیر درگیر بخوره گفت اصلا این قضیه ربطی به ما نداره و فعلا سرمون شلوغه. که ما مصممیم، البته خب ما اینقدر سرمون شلوغه که درگیر مسائل اصلا نمیتونیم باشیم. خلاصه ای که تو این داستان میخواستن یه جوری بی سر و صدا قضیه چپاول تو این رژیم رو لاپوشانی کنن، اما اشتباه محاسبه داشتن و همه چی رو سرشون خراب شد. Выровнять не надо чуть-чуть. Кати, не бойся. تو روزایی که عظما مشغول مزه کردن جام زهر منطقه‌ایه، روز به اصطلاح قدسشون هم از راه رسید و یه فضاحت جدید به کلکسیون بزبیاری‌های عظما اضافه شد. ما انشاءالله فردا از حدود 50 نقطه اصلی شهر تهران، تقریبا تمام میادین اصلی شهر و تمام پایانه‌های شرکت واحد اتوبوسرانی با 2500 دستگاه اتوبوس روزداران عزیز رو به سمت مراسم راهپیمایی و نماز جمعه انشاءالله سرویس و خدمات رو به صورت رایگان براش تدارک دیدیم. بنابراین شهروندان عزیز از نزدیکترین میدان به محل سکونتشون و یا پایانه‌های اتوبوسرانی میتونن از این امکان به صورت رایگان استفاده کنن. درسته. و در پایان مراسم هم به صورت رایگان به مبادی اولیه انشاءالله این اتوبوس‌ها شهروندان عزیز جابجا خواهند کرد. علاوه بر این ما در خطوط متروی تهران هم تدارکات ویژه‌ای رو برای این منظور پیش بینی کردیم. در خط 4 متروی تهران
از ایستگاه دروازه دولت تا ایستگاه آزادی در تمام طول ساعت برگزاری مراسم سرویس رایگان مترو تهران اقلام تبلیغاتی خاصی داریم، آدمک هایی که مردم تهیه کردن و به بهترین آدمکی که مردم عزیزمون تهیه میکنن و دستساز میارن در راهپیمایی شرکت میکنن، به اونها هم جوایزی در نظر گرفته شده که انشالله بعد از اتمام راهپیمایی با گرفتن آدرس این عزیزان جوایزشون رو خدمتشون تقدیم خواهیم کرد. تیویریش هم دست به کار شد و تا دلتون بخواد بازارگرمی کرد. هم بسیجی فنلاندی آورد. من خودم شخصا با سیاست دولت اسرائیل موافق نیستم. در فنلاند هم توسط دوستای ایرانی برای همچین راهپیمایی توی کشور فنلاند دعوت شده بودم و الان که ایرانم خیلی کنجکاو بودم که بیام راهپیمایی رو ببینم. و هم از قلب سنگ اتمی رونمایی کرد. یک بمب اتم ارزش داره. انشالله که بتونه فرق اسرائیل رو بشکونه. وقتی که دشمن آید کاش مرا نبیند، خدا کند که سنگم بر فرق او نشیند. مجریای تیویریش هم در صنعت یاوه بافی چشمه‌های جدیدی رو کردند. چه واژه پلیدی است اشغال، الف آن را بردارید بیشتر تداعی کننده حیوانی است که از گفتن نام آن ابا دارم. اما ته خط هیچ کدوم از این قایق‌های نجات نتیجه نداد و ته خط نمایش روز قدس به نمایش کله پا شدن عظما تو منطقه تبدیل شد. یکی از شیوه‌های تکراری آخوندا برای پوشوندن ضربات منطقه‌ای اخیر در کردن قمپوز موشکی بود که این بار هم کسی براش تره هم خورد نکرد. بهره برداری از یه سامانه موشکی جدید تا پایان امسال. الحمدلله ما شاهد رادارهای بینا، نظیر، کیهان و رادارهای مثل اون و سامانه‌های موشکی برد بلند تلاش و انشاءالله به فضل پروردگار سامانه موشکی جدیدی که تا پایان سال به بهره برداری خواهد رسید و مهلک خواهد بود برای هر دشمنی که چنگ و دندان نشون بده به این مرز بوم انشاءالله. این هم یه مدل فرضی برای نحوه نشونگیری پاسدارای موشک انداز. این هفته خود عظما جایزه مشنگ طلایی رو هوا زد، اونم فقط و فقط به خاطر این جمله. این برادر عزیزمون میاد میگه اگر کسی مخالف حرف شما زد باید بره توی پیچ و خم دالانهای دادگستری. نه، مخالف بنده حرف زدن اصلا نه مؤاخذه داره نه جرمه. من خودم بارها گفتم. مشکل این بدبخت اینه که حتی هنرپیشگی هم بلد نیست. اگه به اندازه این کوچولو بلد بود فیلم بازی کنه وضعش الان این نبود. یکی هم مثل این آیت الله باسترکیتون رفته تو کار سینما، اونم تو گرایش چاپلین شناسی. و این فیلم فکر می‌کنم فیلمی که دیکتاتور بزرگ به حال تقریباً یا تنها یا جزء معدود فیلم‌هایی هستش که دیگه زمانی هستی که صدا به سینما میاد و ایشون بعد از پانتومیم‌ها و فیلم‌های دیگه که داشته به حال از معدود فیلم‌هایی است که صحبت داره و صحبتاش هم این گونه هست به حال به نوعی آتشین بر این وضعیت اسفبار میتازه و بحث میکنه. تیویریش اومد کنفرانس مطبوعاتی این آخوند اژه‌ای رو پخش کنه، حواسش نبود که طرف گوشتخواره و ممکنه کار دستش بده. این بود که چنین صحنه‌ای پیش اومد و مجبور شدن کاتش کنن. سلام علیکم. سلام علیکم. اون دفعه شما سریع رفتید، وقت نشد. این دفعه بعد وقت دو تا سوال ما بدید دیگه. قاضی هستید و عدالت رعایت کنید. حداقل در مورد شما که اگه عدالت رفتار کنن باید بعضی جلسات راتون ندیم. چون بعضی از خبرها را تحریف می‌نویسید و تحریف می‌کنید و به جای سوال هم بیانیه میدید. اگر عدالت اقتضا بکنه باید یه جور دیگه باتون رفتار کنیم، ولی در این حال مزاح در مقابل مزاح بودم. نه، مزاح شما جدیه. بگونی میده.
بر اساس ماده 242 آیین دادرس کیفری نمیشه یک متهم رو بیشتر از 2 سال بازداشت موقت کرد و بعد از 2 سال باید براش قرار صادر کرد. اما الان بخش‌هایی بود از نشست خبری سخنگوی محترم قوه قضاییه. ظاهراً این سوتی برای تیویریش تجربه نشد و این بار کنفرانس مطبوعاتی وزیر خارجه عربستان رو پخش کردن که از اون ورکی کار دستشو داد و بازم مجبور شدن قطع کنن چون رفته بود برای کفگرگی تو صورت عزما. شما اعلام کردید که ایران هم بخشی از محورهای گفتگوهای شما بوده. در این خصوص برای ما توضیح بفرمایید و موضع شما چیست؟ تأسست میلیشیات طائفیه من اجل. من فکر میکنم که کشورهای جهان از نقش غیرسازنده ایران اطلاع دارند. در منطقه ایران شبه نظامیانی را در منطقه به وجود آورده برای اینکه ثبات کشورهای عربی را به خطر بیندازد. در عراق نیرو دارد، در سوریه نیرو دارد. خارجه عربستان و فرانسه ممنون از اینکه ما رو با برنامه‌های مختلف شبکه خبر همراهی می‌کنید. پس را قطع کن. پس را قطع کن. در پایان توجه شما رو به رقص جالب لوری چند کودک هموطن جلب می‌کنیم که علاوه بر مهارت خودشون تلاش‌های معلمشون هم قابل توجهه. جماعت اهل مجلس نمیدادن آقای حراتی هرچی کرده برم کل جماعت شوفگیر تماشاچی نمیدادن آقای حراتی نمید آقای حراتی ما بشنوم شاش شادمان کل جماعت آقا حامد شعبان به افتخار استودیو حسامبین آقا علی شعبان آقا عظیم شعبان نمید